بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من الأصول الثلاثة للشيخ الإسلامي محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. إنك ما درس خود را دوام میدیم از کتابی سه اصل از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سلیمان ابن علی رحمه الله تعالی. و درس ما آغاز می شود از آنجا که می فرماید و دلیل الاستعاذة قوله تعالی و دلیل الاستعاذة قوله تعالی قل اعوذ برب الفلق، یعنی و دلیل پناه بردن سخنی او تعالی است، یعنی بگو و پروردگاری صبحگاه پناه میبرم. معلوم است که پناه جستن فقط به الله میشده است. و قوله تعالی قل اعوذ برب الناس، یک دلیل دیگر ذکر میکند که و نیز سخنی او تعالی است بگو به پروردگار مردم پناه میبرم. و دلیل الاستغاثة قوله تعالی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم، و دلیل دادخواهی کردن سخنی او تعالی است و آنگاه از پروردگارتان دادخواهی کردید پس او شما را اجابت کرد. یعنی اساسا معنای دادخواهی آن است که یاردم پرسیدن در وقتی مشکلی. فهمیدید؟ در وقتی که انسان به تنگ می آید، مثلا یک کس غرق می شود، یک کس در یک سوختاری می افتد، انا همینه چی میگن؟ دادخواهی میگن. به زبان عربی اینه استغاثه میگن، یعنی حالی که مشکلی در افتیدن دادخواهی میکنن. نعم. و دلیل الذبح قوله تعالی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. و دلیل ذبح سخنی او تعالی است بگو نماز من و قربانی من و زندگی من و مرگ من برای الله است، پروردگار جهانیان، او را شریک نیست و من چون این امر شده است و من از نخستین مسلمانانم. در اینجا دیدید همون کلمه قربانی به معنای ذبح است. ذبح باید که خاص برای الله باشد. و من السنة لعن الله من ذبح لغیر الله. و من السنة من یعنی که کسی که و دلیل از سنت یعنی سخن پیغمبر صلی الله علیه وسلم در نظر دارد، می‌فرماید که لعنت الله باد بر هر کسی که برای غیر الله ذبح کند. این حدیث مسلم با رقم 1978 از حدیث علی ابن ابو طالب تخریج کرده است. و دلیل النذر قوله تعالی یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. و دلیل نذر سخنی او تعالی است به نذر وفا میکنند و از روزی که شر آن همه جا را فرا گرفته است میترسند. اساسا نذر چیست؟ نذر انسان یک نمود عبادت برای خودش واجب میگرداند که الله تعالی واجبش گردانیدگی نیست. مثلا یک کس میگوید که از روسیه من صحت سلامت به تاجیکستان برگردم، یعنی یک گوسفند ذبح کرده برای الله دادم برای من، یعنی که واجب است میگوید. وقتی که صحت سلامت آمد رسید چیکار میکند؟ واجب میشد که همون یک گوسفند چیکار کند؟ چی نظر کرده باشد؟ گفته باشد برای عمومی مردم، برای عمومی مردم میده، برای خیشتبار گفته برای خیشتبار میده. یعنی مهم باید که همین اجرا کند. نه، لیکن اساسا نظر پیش از گفتن همین نظر کردن اساسا مکروه هست. انسان نباید که به پروردگار چنین شرط ها رو بندد که اگر من صحت سلامت رسم من خیلی میکنم، اگر از بیمارم شفا یابم یعنی که نماز میخوانم یا که قرآن میخوانم یا این کار میکنم و این کار میکنم، همین در اصل اساسا مکروه هست. بعد از اون که انسان گفت با واجب میشود چیکار کردن و یا به جا آوردن، زیرا که نظر این تقدیر دیگه نمیکند. نظر تقدیر دیگه نمیکند، یعنی اون معنا ندارد که مثلا گیریم من اگر نیت کنم که من صحت سلامت به تاجیکستان برگردم قربانی میکنم، بابا در تقدیر من صحت سلامت رسیدن نباشد و یکون آسیب دیدن باشد دیگر، یعنی من نباید که آسیب بینم یا که یکون مصیبت بینم. نه، حتما میشود. برای همون میگون که
نظر به تقدیر یکون تعلق ندارد. بنابراین خوبش انسان چیکار نکند؟ وعده نتید الله را این کار میکنم و این کار میکنم. خیلی درباره این نظر خیلی صحبت بسیار است. ان شاء الله کتابای شرح که خواندیم در اونجا به تفصیل بیان میکنیم. نکتفی و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.